سلام، به پادکست نقطه کور خوش اومدین. من نگین هستم، خواننده، اجراگر و معلم آواز با پیشینه‌ای در ادبیات نمایشی و تئاتر. و من هم علی هستم، بازیگر، عکاس، نویسنده و مربی کودک در آلمان. اینجا در پادکست نقطه کور ما به مسائل فردی، بین‌فردی و اجتماعی میپردازیم با نگاهی به جامعه ایران و آلمان. نگین جان، روز و روزگارت خوش باشه. خوشحالم که تونستیم این اپیزودو بالاخره شروع کنیم، ضبط کنیم. خیلی خوشحالم که اینجایی. ممنونم. منم خیلی خوشحالم که بالاخره این تصمیم رو عملی کردیم و امروز اولین اپیزودمون رو ضبط میکنیم. میخوای که با یه معرفی شروع بکنیم، معرفی خودمون و بعد بریم سراغ معرفی موضوع؟ خیلی موافقم، برای اینکه حالا مخاطب بدونه ما کیم چی کار میکنیم، یه ذره ارتباط بگیره و اگه دوست داشته باشه برای اینکه یه ذره فروتن باشیم میتونیم همدیگه رو معرفی کنیم به جای اینکه خودمون معرفی کنیم. بله، حالا نمیدونم رفت به فروتنی زدی یا نه، ولی خواهش میکنم. من میتونم از تو شروع کنم. بله. تا جایی که میدونم تو 28 سالته. حالا سن خیلی هم مهم نیست، یه عدده. مهم نیست، یه عدده. بله. و تو توی ایران ادبیات نمایشی خوندی. دقیقاً. توی دانشگاه هنر تهران. آره. توی هامبورگ، توی دانشکده هنر هامبورگ. آره، یا موسیقی و تئاتر. یا موسیقی و تئاتر. ببخشید که خواهش میکنم. اضافه کردم. چی خوندی اینجا؟ آواز اپرا. آواز اپرا خوندی و الان خواننده هستی. مدرس آواز و آره تا حدی هم چند وقتی میشه که دوباره بازیگری میکنم و تو تئاتر کم فعالیتمو دوباره شروع کردم اینجا. مرسی که خودت معرفی کردی. و هامبورگ زندگی میکنی و کنسرت برگزار میکنی. آره، تو پروژه‌های مختلف بین فرهنگی، بین رشته‌ای فعالم. فعلا یه بخشی هست که خیلی روش تمرکز دارم. اجازه دارم معرفی کنم؟ خواهش میکنم، با افتخار. تو علی هستی، علی خادمی. 24 سالته فکر کنم، دهه 80 به تمام معنا و بازیگر، عکاس و مربی کودکی. فکر کنم دقیقاً دورت تموم شده الان، درسته؟ 3 هفته دیگه تموم میشه و به طور رسمی آره شروع به فعالیت میکنم. گرچه همین الان فعالیت میکنم ولی دیگه اون موقع رسمی میشه. و ما هر دو تصمیم گرفتیم که این پادکست رو ضبط کنیم. یه پادکستیه که اجتماعی فرهنگیه و حول محور تجربیات و دانش ما از چیزایی که اینجا و توی ایران کسب کردیم میخوایم برای مخاطب فارسی زبان ارائه بدیم. دقیقاً. موضوعی که حالا شاید بد نباشه که بگیم این ایده از کجا شکل گرفت. از مکالمه هایی که داشتیم، حالا هم شخص من و تو، هم من خودم برام پیش میومد مکالمه هایی که با دوستای مختلف داشتم، میدیدیم یه وقتایی چقدر یه مکالمه ساده برای همه اون اشخاصی که در واقع یه بخشی دارن، حالا یه مکالمه 2 نفری یا دوستانه، چقدر بعدش وقتایی انگار ایده ها، یه چراغای روشن میشه، راههای جدیدی باز میشه. و این بود که برای منم پیش اومده بود که دوستان میگفتن خب مثلا شاید بتونی یه پادکستی شروع بکنی و من همیشه میگفتم خب نه، من روانشناسم، نه به هر حال دانشی در این زمینه خاص دارم که بخوام بیا مثلا صحبت کنم، نه جامعه شناسم. ولی خب تصمیم گرفتیم به هر حال به خاطر تأثیری که کلام میتونه داشته باشه و به نظر من هر شخصی هم نوع بیانش با یکی دیگه متفاوته. ما در حد دانش خودمون و اطلاعاتی که داریم در زمینه هنری و در واقع نظاره‌گری که داشتیم توی این جامعه و تو جامعه ایران، و من به شخص علاقه که به مسائل روانشناسی دارم و مطالعاتی که دارم، میخوایم به یه سری مسائلی که به نظرمون جالب و راهگشا هست و اینجا بیان بکنیم در حد اطلاعات خودمون، از نقطه نگاه خودمون، و در واقع میتونه یک پنجره‌ای باشه به سمت اینکه مخاطب بخواد بره و در این زمینه مطالعه بیشتری داشته باشه. میخوای تو بگو که محوریت، حالا گفتی به طور کلی این 3 موضوعی هم که قراره بهش بپردازیم در آینده رو راجبش آره حتما. و من اضافه میکنم که برای صحت مطالبی که ما میگیم من میتونید مطمئن باشین، چون هر دوی ما به اندازه کافی تحقیق انجام میدیم و منابعی که خود من استفاده میکنم از منابعی که معمولا ترجمه نشده به فارسی، چون دوست داشتیم حرف جدید بزنیم و از مطالبی باشه که تا حالا توی زبان فارسی استفاده نشده و بیایم یه جورایی تمام مطالب رو چه فرهنگی چه اجتماعی کل این کانسپت رو اجرایی ترجمه کنیم.
آره یه چیزی کوتاه فقط دلم میخواد اضافه کنم. به نظرم چون علم کلا با سرعت خیلی زیادی در حال پیشرفته، من به شخصه شاید آمار دقیق اینو نداشته باشم که امروز دقیقاً چه کتابی ترجمه شد یا چه چیزی به علم روانشناسی یا جامعه شناسی اضافه شد. برای همین دوست دارم تاکید بکنم از طرف خودم، هرچند که ما منابعی داریم که بر اساسشون صحبت میکنیم، ولی به نظرم امکان خطا وجود داره و بیشتر این رو من اینو بیشتر مثل یک مکالمه میبینم، بر اساس دانشی که به نوعی کسب شده. و خب به نظرم آره خب کتابا رو ما معرفی میکنیم، ولی این که بخوام بگم 100% حرف من صحت علمی داره یا 100% حرف من درسته، این چیزیه که شخص من همیشه میگم این چیزیه که فقط نگاه منه، نظر منه یا برداشت من اصلا از این کتاب یا موضوعه. ولی خب تو میدونم که دیشب تا دیر وقت هم نشسته بودی تو کتابخونه و تحقیق کردی. آره واسم یه ذره پرروترم تو این زمینه. ولی بریم سراغ پادکست خودمون. ما گفتیم توی 3 زمینه فردی، بین فردی یا اجتماع، بین فردی و بعدش هم توی اجتماع ما میایم توی 3 تا فصل پادکستمون رو ارائه میدیم که فصل اول در مورد مسائل فردیه و شخصی دقیقاً. که به پیشرفت شخص کمک میکنه، به کلا نگاه به خود فرد کمک میکنه. و قسمت اولمون هم موضوعمون هم یه چیز خیلی جذابه که واقعا براش هیجان دارم که اگه دوست داشته باشیم میتونیم با این 2 تا شیئی که من گذاشتم روی میز شروع کنیم. قبل اینکه بگیم موضوع چیه. آره خب منم نمیدونم چیه، چون گفتی که پر داری، به من زنگ زدی گفتی پر داری، گفتم من پر ندارم و ما اینو پیدا کردیم. خب ما الان پر داریم، اینو تو راه خیلی اتفاقی پیدا کردیم. پر و یه سنگ. آره یه دونه سنگ. اینو من حقیقتا از استادمون که تروما پداگوگی هم برای ما درس میداد یاد گرفتم که خیلی جالب بود. بهمون این سنگر رو داد و پر هم می آورد یه بار سر کلاس و در مورد این صحبت کرد که توی هفته‌ای که گذشت چی براتون پر بود، چی براتون سنگ بود. سنگ نماد سنگینی و کوله‌بار سنگین و چالش‌هایی بود که داشتیم و پر نماد اون سبکبالی و یه فراغتی که یه اتفاقی افتاده بود که برای ما یه راحتی آورده بود یا چیزی بود که باهاش خیالمون آروم بود. ازمون پرسید که چیا بود توی هفته‌تون. اگه دوست داشته باشیم میتونیم با همین شروع کنیم و در مورد هفته خودمون صحبت کنیم. آره میخوای شروع کنیم؟ آره با این مقدمه بعد میتونیم بگیم موضوعمونم چیه. برای من سنگ یه اتفاقی بود که این هفته افتاد و حالا میخندم اینجوری چون یه مسئله بود که من از ماه‌های پیش درگیرش بودم و یه جوری ترس داشتم از نتیجه این اتفاق و خیلی سنگین بودم واقعا. یه هفته 2 هفته اخیر که توی پروسه این اتفاقات بودم خیلی برام سنگین بود و خیلی ترس داشتم از نتیجه این که این چی میشه بالاخره نتیجهش. و جالبش اینه که پر هم برام دوباره چون همین بود، چون اتفاق افتاد، اتفاقی که ازش میترسیدم یا به نوعی میتونم بگم اون اتفاقی که انتظارش رو داشتم یا مسئله به اونطوری که انتظارش رو داشتم پیش نرفت و اتفاقاً به طرز عجیبی بعدش احساس سبکی کردم. یعنی وقتی که اطرافیانم فکر کردن اوکی الان، یعنی همه واکنشش این بود وای، فکر کردن که من خیلی، چون میدونستن که برام سنگینه. خودم یکم سورپرایز شدم راستش، حتی که دیدم این اتفاقی که نگرانش بودم افتاد و اتفاقا یه جوری برام نشونم داد که یه جوری من چسبیده بودم به این موضوع، چنگ زده بودم به این موضوع و نمیخواستم ببینم بقیه امکانهای دیگه‌ای که تو زندگی برام وجود داره و این ازم گرفته شد و انگار یهو مثل این که میدونی یه تکلیفی که فکر میکنی باید بنویسیش و خودتو باش تعریف میکنی، من باید این انجام بشه، و یه نفر میگه ببین نه این تکلیف اگه نباشه نگاه کن این همه چیز دیگه هست. این پر من بود. حالا طولانی ترش نخوام بکنم. سنگ هم که گفتی اون اتفاقی بود که افتاد. همون اتفاق، آره، ترس از اون اتفاق که آیا اگه بیفته چی میشه و جالبش اینه وقتی افتاد، سنگ افتاد، پره اومد بالا، پر شد به صورت آره و دیدم که اوکی بعدش احساس سبکی رو تجربه کردم بعد از اینکه با اون ترس انگار مواجه شدم. برای تو چطور بود؟ جالب بود نگاهت که اومدی دو تا رو ترکیب کردی. نمیخواستم ترکیب کنم، اتفاقی بود که افتاد. لطف کردی. من حالا یک نمونه مثلا خیلی ساده تر از روزمره‌ام میزنم. سنگ برای من حقیقتا این چند روزه این هوای هامبورگه که به شدت بارونیه که اول تابستونیم ما، ولی با این حال هر روز باید با باد و بارون لباس خیس برگردیم خونه. آره و پر
برای من روز جمعه بود. ما روز جمعه از طرف سر کار که من توی مهد کودک مربیم و به عنوان پداگوگ اونجا کار میکنم، ما یک بار در سال، یک روز در سال، یه حالت اردویی برگزار میکنیم از سر کار برای اینکه تیم بیشتر دور هم جمع بشه، چه جالب. همدیگه رو بهتر بشناسیم. و ما رفتیم توی شهر و یه اپی دانلود کردیم و هزینه کردیم، براش پرداخت کردیم و توی اون اپ باید توی خود شهر یه پرونده جنایی حل می‌کردیم. مثلا اینجوری بود که اول بهمون میگفت چه پرونده قتلی انجام شده، بعد باید میرفتیم مثلا سر یه ساختمونی که بهمون آدرس میداد اونجا نشونه جمع می‌کردیم و باز چه میرفتیم یه بامزه. کوچه دیگه. خیلی چیز جالبی بود. اینکه اون روز به جای کار کردیم یه برای من تجربه پره متفاوت بود. نه کلا یکی از چیزایی هم که خیلی راجبش صحبت میکنم برای ترشح دوپامین خوبه، همین تجربه های جدیده. والا میتونه تو همون شهری که هستی باشه، ولی یه چیزی که از اون حالت تکرار میاد بیرون. خب میخوای بگی حالا موضوع امروز چیه با توجه به این پیش تمرینی که انجام دادیم؟ آره، این دقیقاً نماد بارز مثالیه که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم و موضوعی که آماده کردیم که به آلمانی هست Selbstreflexion، یا به فارسی گفتیم چند تا پیشنهاد دادیم، گفتیم میتونیم خیش تابی بگیم، خیش بازتابی بگیم، یا برای بازتاب من مثلا فردی. ساده ترش آره بازتاب فردی به نظرم، یا انعکاس فردی یه کمی به نظرم به زبان امروز ما نزدیک تره. دقیقاً این موضوع امروز ما. خب میخوای از مطالبی که آماده کردی، تحقیقاتی که انجام دیده شروع بکنی و بعد ببینیم که کجا آره. میریم. ما هم خیلی با برنامه ریزی نکردیم که میخوایم راجع به چی صحبت کنیم. تم اصلیمون مشخصه که راجع به بازتاب شخصیه، ولی میبینیم که در مسیر صحبت به کجا کشیده میشه در واقع این بحث. آره دقیقاً بازتاب فردی یا انعکاس فردی که تو گفتی توی آلمانی، حقیقتاً توی کشور آلمان و کانسپتی که ما اینجا کار میکنیم یه ابزاریه که باید هر لحظه از روز واقعا باش سر و کله خیلی تو داریم. کارت خیلی درسته. مخصوصا کار من که با کار با کودک هست، باید همیشه واقعا خودمون رو از بالا نگاه کنیم، به قول آلمانی‌ها فوگل پرسپکتیو، که از انگار یه پرنده بالا سرته و از اون دید پرنده داری به خودت نگاه میکنی که آگاه باشی چرا داری اون کارا رو انجام میدی. برای مثال من یه نمونه‌ای میگم که استادمون از تروما پداگوگی اومد برامون اینو تعریف کرد که خودش شاهد این موضوع بود. که یک خانمی بود، یک مادری که یک فرزند 2 ساله داشت و این نوزادش خیلی مادر نرمال و آرومی هم بود، اما توی اتفاقی که نوزادش میاد موی این مادر رو میکشه، مادر از خود بی خود میشه و به شدت بچه رو تکون میده که به یک بچه تروما و شوک خیلی شدیدی وارد میکنه. که بچه رو به مرکز شوک تراپی و تروماتراپی که همین استاد من اونجا کار میکرد میبرن و اونجا توی تراپی متوجه میشن که مادر خودش توی کودکی همچین تجربه‌ای داشته، چون دلیل نداره که با اون کشیدن موی کوتاه مادر انقدر واکنش عجیبی نشون بده، چون برای خود مادرم عجیب بود که من چرا این کارو کردم. و توی تراپی متوجه میشن که پدر اون خانم توی بچگی موهاشو به شدت کشیده توی یک اتفاقی و اونو مثلا از در خونه پرت کرده بیرون و اون اومده تمام اون خاطرات منفی کودکیش رو دوباره بیدار کرده و بدنش رفته روی حالت بقا. آره. این دقیقاً همونیه که ما میگیم چرا بازتاب فردی و انعکاس فردی برای ما نیازه. برای اینکه بدونیم اون اتفاق داره چی رو قلقلک میده توی ذهن ما. آره. ما چرا توی اون لحظه داریم اون کار رو انجام میدیم و چیاست که خودمون بهش آگاه نیستیم. حالا همین که گفتی، چون از اسم تروما هم استفاده کردی، فکر کنم مثلا تروما یه چیزیه که آدم به تنهایی نمیتونه معمولاً به اون قسمت‌هایی از ذهن دست پیدا بکنه که اون تروما اتفاق افتاده. و یه چیزی که حالا برام جالبه، به نظر من مخصوصا توی مسائلی که به شکل تروما در اومدن و همین که میگی ما کنترلی روش نداریم، آگاهی نداریم، خیلی خیلی نقش یک درمانگر مهمه. یعنی به نظرم مخصوصا وقتی که آدم اصلا با این موضوع آشنایی نداره، موضوعات آشنایی نداره، خودش به تنهایی نمیتونه ورود بکنه. ولی مسئله انعکاس شخصی برای من مثل انگار یه جوری مثل یک تمرین یه موضوعی میمونه که خودت میتونی واردش بشی و گاهی لازم نیست حتی بخوای ببینی تو ناخودآگاهت چه اتفاقی میافته. گاهی لازمه افکاری که تو خودآگاهت، یعنی ما در طول روزمره افکار و احساسات مختلفی رو تجربه میکنیم، ببینی، صرفاً ببینی، آگاه بشی که چه فکری داره از ذهن من رد میشه و من چه چیزی رو دارم احساس میکنم و همین این بازتاب توئه. و با دیدن این افکار کم کم شناختی که ما نسبت به خودمون پیدا میکنیم. موافقی با چیزی که دارم میگم که این
این قضیه انگار لایه‌های مختلفی داره، یعنی یه لایه 100%. عمیق‌تری این چیزی که تو میگی تروماست که با کمک یه درمانگر یا با کمک یه شخصی که اون دانش رو داره تو میتونی به اون قسمت دست پیدا کنی. من با این قسمت از حرفت موافق نیستم متاسفانه. درست داری میگی که تروما لایه عمیق تری هست که با اون انعکاس فردیه واقعا باید خیلی به لایه عمیق دست پیدا کنی، اما خود شخص هم میتونه به اون قسمت های تروما توی ذهنش دست پیدا کنه. جالبه. مغز چیکار میکنه اصلا؟ چجوری ما یک تروما رو میایم هضم میکنیم و تروما اصلا چیه؟ تروما یک اتفاق وحشتناک نیست. تروما اینه که مغزت نتونه یک اتفاق بد رو هضم کنه. حالا این اتفاق میتونه کوچیک یا بزرگ باشه، بستگی به این داره که ظرفیت ذهن تو چیه و چه استراتژیایی برای مقابله با یک موضوع استرس داره. وقتی که استرس برای مغز از یک حدی خیلی بالاتر میره، ذهن شروع میکنه تمام اون محرک‌های عصبی که وجود داره و محرک‌هایی که توی محیط وجود داره رو شروع میکنه ضبط کردن، اما تیکه تیکه. تصور کن من و تو که الان اینجاییم، ذهن ما میاد این صحنه رو مثل یه آینه کامل شروع میکنه ضبط میکنه توی حافظه و ما میتونیم اینو دوباره تکرار کنیم و دوباره تعریفش کنیم برای یکی دیگه. اما تروما، تصور کن که من و تو الان با ماشین تصادف میکنیم و این برای ما، برای ذهن ما به حدی استرس‌ساز که مغز میگه من اگه اینو یک جا بخوام ضبط کنم از استرس رو میمیری. برای اینکه بقای تو رو تضمین کنم میام این آینه رو میشکونم، توی تیکه های کوچیک اینو میام ذخیره میکنم برای اینکه مغزت بعداً بیاد اینا رو هضم کنه. تیکه تیکه. ولی خب ممکنه که خودت هم از لحاظ شخصی و فردی بیا این تیکه ها رو کم کم هی پیدا کنی و هضمشون کنی. آره، ولی خب اون وقت اوکی، این توضیحی که دادی خیلی جالب بود و اون وقت من فکر میکنم انعکاس فردی پیش زمینه میشه برای رسیدن به اون حل. 100%. آره. خب دیگه چه چیزی میخوای راجع به چه چیزی صحبت کنی امروز؟ حالا با این مثالی که گفتی شروع کردیم. آره، و من حقیقتا دوست دارم که کارکرد ذهن رو اول اصلا توضیح بدم که این انعکاس فردیه به چیا دسترسی پیدا میکنه و ما اصلا چرا اونطوری رفتار میکنیم، چرا یه چیزی برای ما خوشاینده و چرا یه چیزی خوشایند نیست، چرا وارد یه اتاقی میشیم یا یه کسی یه دستی میذاره روی شونه ما، برای مثلا تو میتونه این لمسه یه چیز مثلا اوکی باشه که مثلا دوستانه است، برای من اصلا ممکنه یه خودمو بگیرم و اینجوری باشم که تهدید باشه برای من. چرا؟ اینا برمیگرده به علم نورون شناسی و نوروبیولوژی که ما وقتی یک بچه به دنیا میاد، یک نوزاد با حدود 100 میلیارد نورون به دنیا میاد توی ذهنش. و یه چیزی که وجود داره خیلی جالبه که ما چون که سنتریول نداره نورون، یه ارگانی هست توی مرکز سلول، یک قسمتی که وظیفه تکثیر رو داره. برای همین نورون ها اینو نداره، این سنتریول رو ندارن و تکثیر نمیشن. برای همین ما با همون 100 میلیارد نورونی که میایم توی زندگیمون بیشتری قرار نیست که خیلی کم توی بزرگسالی دوباره تشکیل میشه، ولی این نورونا خودشون تکثیر دیگه نمیکنن. واسه همین باید حواسمون به این نورونا باشه. و وقتی به دنیا میایم این نورون ها شروع میکنن دنیا رو کشف کردن. مثلا لمس شدن از طرف مادر یه چیز خیلی نرمالیه برای بچه. مادر بچه رو لمس میکنه، خوشاینده مثلا، و بچه اینو سیو میکنه که لمس شدن مساوی با حس آرامش، امنیت. ولی خب همیشه هم اینطوری نیستیه. متاسفانه بعضی موقع هم لمس شدن مساوی میشه با سوء استفاده، مثلا توی بچگی، خشونت. دقیقاً. و این توی آینده هم چون به عنوان یک برنامه توی نورون ها حفظ شده و سیو شده، وقتی که لمس میشه اون قسمت نورون توی ذهن بیدار میشه که این خطرناکه. آره، فکر کنم آ همونجوری که قبلا فکر کنم صحبت کردیم راجع مثلا آ میره به بی، اتفاق آ به بی وصل میشه و این یه انگار اتوبان داده. اینو میتونم توضیح بدم که نورون، فرض کنید مثلا نورون آ به نورون بی میخواد وصل بشه، این یه جاده تشکیل میشه. یه بچه مثلا یه ظرفی رو میندازه زمین، میشکنه، از دستش میفته، بعد پدر یا مادر بهش میگه که دست پا شلفتی هستی، نمیتونی مثلا این کاری درست انجام بدی. این میاد یه از نقطه آ به بی این ارتباط نورونی شکل میگیره و بچه پیش خودش میگه که من دست پا شلفتی‌ام، من نمیتونم این کارو درست انجام بدم. یه معنای ساخته میشه برای یه اتفاق تبدیل به یه معنا میشه. یه ارتباط نورونی. اتفاقی که تو مغز میفته میگه این مسیر نورونی شکل میگیره. دقیقاً. و هر چقدر که این مسیر تکرار بشه، هر چقدر که بیشتر اینو بشنوه، این مثل اینه که یه اتوبانیه که یک ماشین ازش رد میشه و به ازای هر ماشین یه چراغ میذاریم توی این اتوبان. هر بار این نورانی تر میشه و این مسیر به حدی این ماشین میره و میاد
و پرنور میشه که تبدیل میشه به جاده اصلی ذهن تو، که این تا آخر عمرش باور میکنه که من دست و پا شلفتیم. این خیلی جالبه. و راجع به این موضوع بار صحبت کنم اگه اجازه دارم بگم. چیزی که یادمه گفتی وقتی تجربه جدیدی ما میسازیم باز هم یه مسیر جدید ساخته میشه، ولی این مسیر جدید که ساخته میشه مثل یه جاده باریکه در برابر اون اتوبانی که ساخته شده. درسته همونده؟ آره، این چون ذهن ما یه قابلیت داره به اسم نویروپلاستیسیته که تا آخر عمرش قابلیت رو داره که نورون‌های جدید و اون ارتباط‌های جدید، فربیندونگ‌های جدیدی بیاد بسازه بین نورون‌ها. و مثلا فرض کنید این بچه‌ای که این جاده رو اومده ساخته توی ذهنش میره توی مدرسه، میره توی مهد کودک، یه مربی معلمی داره که وقتی مثلا بچه کاری میکنه میگه اوکی مشکل نیست، این اتفاق طبیعی پیش میاد. بچه یهو به جای آ و بی یهو مثلا از آ یه جاده‌ای میزنه به سی که میگه اوکی خب مشکل از من نیست. این موقعیت میتونه تعبیر دیگه هم داشته باشه انگار. و این ولی خب یه جاده کم رنگه و این جاده باید انقدر تکرار بشه، پررنگ بشه که از قبلیه پررنگتر بشه و تبدیل بشه به جاده اصلیه. اما این اما داره تو شرایط استرس‌زا و توی شرایط استرس و بقا دوباره بعداً برمیگرده به اون حالت اولیه، چون جاده اولیه براش جاده اصلیه. اون جاده فرعی که درست کردیم حالا هر چقدر پررنگ باشه جاده اصلیه متاسفانه همون اولیه که درست کردیم و بستگی داره چقدر این چیزی که گفتی منو دو سه تا چیز انداخت که خیلی جالبه. یکیش این قضیه توی اجرا هم به نظرم تو آوازم خیلی وجود داره. چیزی که خب هر کدوم ما همونطور که یه لحن صحبت کردنی داریم یا یه عادت‌هایی داریم توی استفاده کردن از صدامون، توی صحبت کردن، معمولا تو آوازم داریم اینو. یعنی وقتی شروع می‌کنیم هر شخصی یه عادت‌های خاصی داره. خیلی جالبه که توی اجراهای پر استرس ما به شدت برمیگردیم به لحن و حالتی که قبل از آموزش داشتیم. یا فرض کن حالا مثلا من توی این 4 سالی که تو دانشگاه بودم نکات خیلی مختلفی مثلا تو آواز اپرا به خاطر ایدئال هایی که وجود داره و به خاطر اینکه میکروفون نیست و باید یه رزونانس خاصی رو همش رعایت بکنی نکات بسیار زیادی رو یاد میگیری و خیلی جالبه که توی شرایط استرسا یه وقتایی انگار که این 1 سال 2 سال 4 سال تمرین و آموزش رو نداشتی. حالا نه که صفر بشه ها، ولی برمیگردی به همون الگویی که داشتی و الان خیلی جالبه. فکر میکنم اونجا هم یه مسیر نورونی شکل گرفته، حالا توی یه موضوع متفاوتی. یکی از چیزایی که برام جالب بود این بود. یه نکته دیگه این قضیه‌ای که وجود داره خیلیامون درگیرش هستیم که میگیم من این رفتار رو میکردم باز اون رفتار باز اون اتفاق تکراری و انگار یه جوری از خودمون یه زدگی و دلزدگی و خستگی پیدا میکنیم که چرا من دوباره دارم تکرار میکنم. الان تو توضیح علمیشو دادی که اینجا جایی نیست که ما خودمون رو سرزنش کنیم، ولی که اینجا جاییه که همون این انعکاس فردی رو ببینیم آها این به خاطر ساختار مغز منه که اینطوریه و آگاه بشم بهش که الان اتوبانه داره، تو اتوبانه چراغ روشنه ولی این جاده هم هست. چیز خیلی جالبی گفتی الان نگین توی حرفات این بود که ما چرا اون کارهای قدیمی که انجام دادیم رو میایم تکرار میکنیم و خودمون میگیم که من چرا دارم این کارو میکنم، میدونی؟ با اینکه میدونی اون کار اشتباهه. این یه دلیل خیلی جالبی داشت که باز برمیگرده به همون علم نوروبیولوژی و به اون پاداشی که اون نورون ها میگیرن. پاداش نورون چیه؟ دوپامین. دوپامین هم برای موفقیت مثبت میاد ترشح میشه، هم برای موفقیت منفی. موفقیت منفی یعنی چی؟ آره موفقیت منفی یعنی چی؟ به موفقیت مثبت مثلا چیه؟ مثلا اینکه ما توی ذهنمون اینو اومدیم ذخیره کردیم، ذهنمون برای ما که غذا نشونه بقاست. ما وقتی غذا میخوریم یا غذا میبینیم این دوپامین میاد تو ذهنمون ترشح میشه و حتی حرفی در موردش میزنیم در آب میفته. چرا؟ چون داره ذهن میگه این یه چیز خوبیه، این غذا برای بدن خوبه. خب این دوپامین مثبته برای موفقیت مثبته. موفقیت منفی یعنی چی؟ برای چیزی که توی کودکی تجربه کردی و اینو به عنوان الگوی اصلی ذهنت سیو کردی. حالا وقتی دوباره میای اینو پیدا میکنی دوباره باز ترشح میشه دوپامین. مثلا یک دختری که توی بچگی اومده از طرف پدرش کتک خورده و مثلا پدرش خشونت خانگی رو تجربه کرده توی خونه و پدرش مثلا دسته بزن داشته و وقتی بزرگ میشه این میره پارتنری پیدا میکنه که ناخودآگاه که اونم باز کتک میزنه و با خشونت رفتار میکنه و بهش شاید بگی خب
چرا این کارو میکنه، چرا جدا نمیشی ازش، داره میزنتت، که میگه میدونم ولی دوستش دارم. چون اون عادت قدیمیه که الگوی رفتاری بوده دوباره داره براش تکرار میشه و دوپامین ترشح با میشه. اینکه دردناکه براش، داره دوپامین ترشح میشه و این حس دوگانه خیلی دردناکیه. آره عجیبه. خیلی جالب بود. یه بار توی خونه دوستم آهنگ داشتم میذاشتم، بعد یه آهنگ خیلی هولناکی بود، بعد یه گفت که با چه حس اضطرابی داره. گفتم ببخشید بذار رد کنم آهنگری، آهنگ کلاسیک بود. بعد گفت نه خوبه، حس آشنایی میده. چه جالب. ببین این دقیقاً دوپامین ترشح شدن خیلی چیز دوپامین جالبیه. ترشح شدن همون موفقیت منفی. خیلی هم اسم جالبی داره به نظرم، موفقیت منفی. ترجمه مستقیم دارم میکنم از آلمانی، چیزی که خوندم توی نه کتاب. به نظرم خیلی اسم جالبی میاد، حالا نمیدونم ولی آره بعد میدونی خیلی به نظرم اینجا دوباره همین انعکاسه خیلی کمک میکنه که تو آگاه باشی به این که چه اتفاقی داره میفته و چرا این اتفاق داره میفته. توی فارسی من چیزی که روانشناسم توی ایران مثلا تراپی میرفتم میگفت سناریوی بازگشت به خانه اسمش رو میذاشت. چه جالب. جالب بود. مثلا برای طوری که من همیشه پارتنرامو انتخاب میکردم، اومد مثلا میگفت که تو چه ربطی مثلا به کودکیت داره و جوری که مثلا تو کودکی تجربهش کردی هی داری دوباره سعی میکنی اونو بازسازی کنی، این صحنه رو، سناریو رو، که این دفعه خوب تمومش کنی. ولی این دقیقاً الگویی که فکر میکنم این روزا توی سن و سال ما، حالا تو که در 80 هستی من هنوز 80 نه، ولی واقعا موضوع خیلی پرزنت و حاضریه به نظرم تو کل دنیا. حالا تو کل دنیا من نمیتونم بگم، حداقل تو جامعه ایران که دیدم و الان جامعه اطرافم تا یه حدی آلمانی هم که میبینم، این موضوع خیلی موضوع حاضریه. خب دیگه چی دیشب نوت برداری کردی، ورق میزنی؟ نه این واسه اطلاعات خودم که حالا تازه بشه. ولی من یک کتاب خیلی جالبی هم پیدا کردم که نویسندش یه ایرانی، اتفاقا ایرانی که البته اینجا توی آلمان تحصیل کرده و روان پزشک و نوروبیولوژیست بود توی آلمان به اسم نصرت پزشکیان زنده یاد، که فوت کردن توی قربان شما رفتگان شما خود بیامرزه توی سال 2010. و یه کتاب خیلی جالبی نوشت که اصلا اسم این کتاب منو انقدر از لحاظ ذهنی درگیر کرد، چون دقیقا موقعی بود که بعد از اینکه کات کرده بودم، بعد این اسم کتاب رو اصلا خوندم، خود اسم انقدر فکر شده است که میگه به آلمانی میگه wenn du willst was du noch nie gehabt hast dann tu es was du noch nie getan hast. یعنی اگر میخوای چیزی داشته باشی که تا حالا نداشتی، باید کاری انجام بدی که تا حالا انجام ندادی. میدونی جالب چه، من اینو فکر کنم 6-7 سال پیش اون موقع که ادبیات نمایشی میخوندم تهران، راستش یادم نمیاد تو چه نمایشنامه‌ای، ولی دقیقاً این جمله رو خوندم. حالا میخوای من هیجانم از تو بیشتر شد، میخوای تو ادامه بده؟ راحت باش. ببین این دقیقاً همون جاده ABAC بود که داشتیم برای نورونا میگفتیم و داره میگه اگر که میخوای اون مثلا حسر وقتی یه چیزی میفته مثلا اینجوری باشه که آقا تجربه کنی این راحتیه رو که نترسی از خطا کردن، خب بعد کاری بکنی که تا رو نکردی، بعد اون جاده دومیه رو بری که تا حالا تشکیل نشده. مثلا من برای بعد از اینکه کات کردم دقیقاً همین بود، اینجوری بودم که خب چرا مثلا نمیشه توی روابط من، چرا مثلا من نمیتونم حقیقتا و کات میکنم بعد از یه تایمی، چون تو دهه 80 هستی. خیلی ممنون که داریم اینقدر علمی صحبت میکنیم. آره نه ببخشید راحت باش، دوستیه میزنه بالا از اینجا. آره واسه اینکه من خودم همیشه با همین انعکاس فردیه چی نیازه که تغییر کنه؟ استمرار، انرژی و زمان و اینکه هی تکرار کنی. و چون سنگینه از لحاظ روحی، من حقیقتا وقتی نگاه میکنم به روابطی تا داشتم حس میکنم که مثلا 2 قدم میرم جلو باز 1 قدم برمیگردم، 2 قدم میرم جلو باز 1 قدم برمیگردم، ولی باز تناوب اینا رو مثلا بگیری انگار تو هر سری باز داری 1 قدم میری جلو. خب یعنی توی انتخابات در واقع به سمت انتخابی که برات واقعا پاداش مثبت داشت، پاداش بود اسمش، یا گفتی موفقیت مثبت، موفقیت مثبت و موفقیت دیگه منفی. موفقیت منفی نباشه. منظورت اینه توی این مسیر حرکت بکنی کم کم که آره میشه اینطوری الگوها رو اتفاقا تحلیل کرد. حرفت درسته. تو نظرت چیه؟ یه چیزی که گفتی، این صحبت با چی شروع کردی؟ من با شوخی که کردم خودم تمرکزم رو از بین بردم. راجب چی گفتی که از روابطت مثال زدی؟ در مورد اسم کتاب نصرت پزشکیان. آره اینو که گفتی دقیقاً من راجب این میخواستم بگم. جمله خیلی جمله گیراییه، خیلی جمله ساده ایه و
به نظرم میتونه چجوری داشتم فکر می‌کردم چطور میتونه آدم عملیش کنه واقعا. یعنی تو میخوای یه چیزی بشی که تا به حال نبودی، یه کاری رو بکن که تا حالا نکردی. ممکن آدم فکر کنه خب چی کار کنم که تا حالا نکردم، حالا بخواد مثلا زندگیشو یهو از این رو به اون رو بکنه، که معمولا اتفاقاتی که خیلی بزرگه ما اصلا نمیریم سمتشون و شروعشون نمی‌کنیم از ترس اون تغییره و از ترس انرژی که در واقع باید براشون بذاریم. من داشتم فکر می‌کردم شاید بتونه واقعا به سادگی اضافه کردن یه سرگرمی جدید، یه فعالیت تازه، شاید واقعا در همین حد بتونه ساده باشه. یه ورزش جدید، یه کار جدید، یه فعالیت هنری، یه آدم جدید حتی باهاش آشنا شدن میتونه شاید ما رو ببره به اون سمتی که آدمی که تا حالا نبودیم بشیم. نمیدونم، البته شاید نمیدونم، به نظر ساده انگارانه است یا مینیمال کردن یک اتفاق بزرگه. حرفت درسته، ولی اینم باید در نظر بگیریم که به سادگی گفتنش نیست. آره قطعا. و برای اون شخصی که داره اون کارو میکنه باید بدونیم که بعضی موقع ممکنه این راه دومی که داره میره دردناک باشه، چون داری علیه استراتژی بقای خودت داری میجنگی. آره دقیقاً. برای مثال من خودم یه چیزی که هست اینه که خب من و تو جفتمون تجربه بازیگری روی صحنه ایستادن داریم و من پارسال یه کاری بود اجرا کردیم توی الفیلهارمونی آلمان که جلوی 2100 نفر تماشاچی که سالن کلا فروش رفته بود، 2100 نفر تماشاچی و عین خیالم نیست مثلا اونجا بیستم صحبت کنم. ولی یه چیزی که مثلا توی کلاس درس خیلی عجیب بود، مثلا توی دانشگاه توی آلمان که بودم اصلا از حرف زدن من جوری اضطراب میگرفتم، پنیک میکردم که من انقدر پنیکام زیاد شد من مجبور شدم دانشگاه رو واقعا انصراف بدم ازش. این تجربه خیلی از مهاجراست، من فکر میکنم. من اینو خودم هم داشتم و خیلی از مهاجرای مختلف اینو شنیدم. اینو من سعی کردم انعکاس فردی بکنم توی میخواستم خودم. بگم الان دقیقاً تو کاری که انجام دادی دقیقاً تو انعکاس فردی کردی، یعنی دیدی که توی چه لحظه‌ای چه احساسی داشتی و الان فکر کنم می‌خوای راجع به ریشه‌هاش هم صحبت کنی. درسته؟ آره، چون ببین بعضی موقع‌ها بیشتر از یه واکنشه. مثلا اینکه تو از حرف زدن توی اجتماع بترسی یه چیزیه که مثلا الان فکر کنی درست نباشه حرف مثلا پس بگیری اون دستی که گرفتی رو، یا اینکه اونطوری بیاد پنیکت کنه. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. نشون بهت میده که آقا این سیگنال بدنه که یه چیز عمیقی اون پایین هست که باید اون هضم بشه، باید کار بشه روش. خب که مثلا این ریاکشن های بدن که ما توی آلمانی بهش میگیم زوماتیش مرکماله، اینا مثلا سوماتیک فکر کنم بهش میگن تو فارسی دقیقاً. سوماتیک بهش میگیم؟ آره تو فارسی دقیقاً میگن یعنی واکنش‌های بدنی سوماتیک. میشه. دقیقاً. که مثلا میشه تپش قلب، تنگی مثلا نفس، قار و قور کردن شکم، خشکی مثلا دهن. مثلا وقتی توی شرایطی باشه که اینا رو حس کنی باید بدونی که این سیگنال بدنت داره، بدنت بهت یه هشداری میده. چون خیلی از خاطرات ما اصلا یادمون نمیاد. ما یه ایمپلیسیتس گدیشنیس داریم، یه اکسپلیسیت. یعنی تفاوتش چیه؟ حافظه اولی ما زیر 3 سال برای ما شکل میگیره و از 2 سال به پایین ما نمیتونیم اصلا بهش دسترسی نداریم، توی ناخودآگاه ما مثلا میشه بهش گفت هست ولی بدن اونا رو میدونه و چیزی که اونجا خطرناک حس کرده رو الان براش هنوز خطرناکه ولی ما یادمون نمیاد و نمیتونیم تعریفش کنیم. و اکسپلیسیت که مال مثلا حافظه از 3 سال به بالا میشه که میتونیم تعریفش کنیم و بهش دسترسی داریم. یعنی و حتی ما تروماهایی میتونیم داشته باشیم که قبل از به دنیا اومدنمون از دوران بارداری مادر میتونیم با خودمون همراه داریم. من مثلا نشستم فکر کردم و خیلی جالبه که تو این چند روزی که با این بحثمون آشنا شدم در مورد این فکر کردم که قضیه چی بود که من انقدر استرس میگرفتم سر کلاس و الان دیگه این استرس رو ندارم. رفتی بهش عمیق‌تر آره. و من به این رسیدم که من وقتی 4 سالم بود، چون من خیلی زود شروع کردم به صحبت کردن. معمولا بچه‌ها از 1 سالگی شروع میکنن، من از 3 ماهگی شروع کردم صحبت کردن. علی به خدا ممکنه چنین چیزی؟ والا ممکن بود. صدامم ضبط کردن هنوز هست. چه جالب. خب بعد مثلا 1 سالگی میتونستم کامل صحبت کنم این حرفا و من الفبای انگلیسی مثلا زودتر از فارسی یاد گرفتم. بعد برای همین مثلا پدر مادر می‌خواستن لطف کنن به من که من زبان انگلیسی هم مثلا یاد بگیرم و این حرفا. طبقه پایین ما زیر زمینمون رو اجاره داده بودیم برای کلاس زبان انگلیسی. بعد منو 4 سالگی ثبت نام کردم. بعد بچه‌ها همه مثلا 15 16 ساله بودن. بعد یه جایی بود گفتن مثلا صبح زورش کنیم دخترها زورا بیان. بعد من چون کوچولوتر بودم گفتم با دخترا بیا سر کلاس. بعد اون حجم استرسی که همه از من بزرگترن، من اصلا خب از لحاظ ادراک بچه 4 ساله نمیتونه
رقابت کنه با مثلا بچهای 14 15 ساله. و همین استرابش اونقدر برای من زیاد بود چون خب امتحان گرفته میشد، پرسیده میشد، که این استراب بقایه توی من موند. و من یادمه سر کلاس زبانا همیشه اینطوری میشد. سر ولی کلاس خب تو که مدرسه زبانت عادی هم بود. خیلی خوبه به طرز جالبی. لطف زبان داری. آلمانیت هم خیلی خوبه. ربطی نداره. ولی برای همزمان بدن آره جالبه. حس بقاه. اون A به B تو وصل شده که من اینجا توی محیط ناامنی ام، ناآشنام، با وجود اینکه مثلا زبان آلمانیت خیلی خوبه الان من میدونم، ولی لطف بهت داری، این مرسی. حسو میداد دوباره تو اون شرایط، یادآور اون شرایط کودکی بود برات. و حتی من توی کلاس زبان آلمانی توی ایران یادمه که من سر کلاس همیشه معدم قارقور میکرد. این دقیقاً جالبه. نمادی که من اینجا توی این کتاب خوندم که اون سیگنال سوماتیک بدن که گفت سوماتیک به فارسی میگن میگن. آره خیلی جالبه. این چیزی کتابی هم هست وقتی بدن نمیگوید. شنیدی راجع به همینه که بدن چجوری با مثلا مریض شدن یا باز دادن سیگنال‌های اینجوری میخواد به ما در واقع یه چیزی رو به ما نشون بده که ما سرکوبش کردیم و میخواستیم نبینیمش. حالا تو با این ریفلکشنه، با این انعکاس دادن اومدی پیدا کردی مثلا یه چیزی رو که از کودکیت بود. به نظر تو به چه شیوه هایی میشه آدم، الان ما داریم راجع به تاثیر انعکاس فردی صحبت میکنیم، به نظر تو به چه شیوهی میشه آدم مثلا منعکس بکنه خودش رو بهتر ببینه، بشناسه؟ حالا که یکی از روشاش که تراپی قطعاً، به نظر تو چه چیزایی دیگه وجود داره؟ تمرینی یا من فیدبک گرفتن رو حتما پیشنهاد میکنم که از بیرون کسی ما رو ببینه، که مهمه که با چه کسی صحبت کنیم، چه کسی به ما فیدبک رو بده البته. و یکی این که بشینیم با خودمون قرار بذاریم، یعنی نه اینکه تایمای خیلی یهویی و تایمای مردمون رو استفاده کنیم، واقعا بشینیم برای خودمون تایم بذاریم، بگیم که آقا من از این ساعت تا این ساعت میخوام بشینم با خودم صحبت کنم و در مورد خودم فکر کنم و بنویسم و اون نکاتی که منو تحریک میکنه وقتی دارم مثلا به یه چیزی فکر میکنم یهو کلم داغ میشه، حس میکنم که اصلا از اینجا باید بزنم بیرون از اون محیطه. اینا رو بشینیم پیدا کنیم و بنویسیم و بهشون فکر کنیم. این اول پیدا کردنه به نظر من مهمترین چیزه. نظر تو چیه؟ آره خیلی جالبه. به نظر من یه چیزی که میاد، خب از حالا من میگم مدیتیشن یه کلمه‌ایه که خیلی به قول اسوسییشن باهاش از خیلی موضوعات مختلف بهش وصل میشه. یه مدل مدیتیشنی که من توی تراپیم انجام میدادم یا میدم هنوزم توی تراپی گروهی، اینه که بدون اینکه بخوای اصلا صحبت از انرژی و حالا هیچ اعتقادی نیست، بلکه مدیتیشن به معنای نگاه کردن افکاره. یعنی فقط میشینی و تمرکز میکنی رو نفست و بعد افکارتو میبینی. مثلا مثال هایی که هست، مثلا افکارت رو مثل ابر تصور میکنی. الان اومد تو ذهنم که امروز نهار چی خوردم، بعد نمیدونم پیروز هم کلاسیم بهم چی گفت، بعد تو اون امتحان اینو اشتباه نوشتم. ببینی افکار، یا حتی بگی سلام فکر، خداحافظ فکر. این آگاه شدن به افکار. دومی به نظرم همین که میگی نوشتن است. و حالا من برعکس تو با حرفت خیلی موافقم که واقعا نشستن با خودت قرار گذاشتن خیلی مهمه، ولی به نظرم یه گامیه که واقعا انرژی میخواد. و اگه شاید یه نفر ازش خیلی دوره، هی بگه حالا من باید فلان روز برم فلان کافه دفترمو بیام، آخه امروز خودکارمو یادم رفت، نمیدونم الان قهوه بد مزه بود. به نظرم یه وقتایی میشه خیلی کوچیک‌تر شروع کرد. مثلا همین چیزی که خیلی یه چیز حالا متداولیه، ولی قبل خواب حالا یا با پارتنرت یا با دوستت یا بنویسی یا با خودت 3 جایی که تو روز همین احساس سنگینی داشتم، احساس سبکی داشتم. به نظر من این شناختی که آدم بعد یه مدت با خودش پیدا میکنه، یا به قول تو تایم مرده. الان با آسانسور نرم، با پله برم، پله رو که دارم میرم بالا ببینم چطورم، از خودم بپرسم چطورم. یه جوری با خودت تو مکالمه رفتن. به نظر من تأثیری که این قضیه داره غیر قابل وصف میتونه به آدم کمک بکنه. اینکه با خودت وارد مکالمه میشی، توی لحظاتی که اتفاقات خیلی سختی برات میفته بتونی بپرسی از خودت. خیلی موافقم. که حالت چطوره الان، چه حسی داری، حالت چطوره؟ چون خیلی هم اینو میشنویم به نظرم، من بارها از آدما شنیدم دیگه نمیدونم چطورم. و این به نظرم از همین نشنیدن میاد. انقدر ریفلکت نکردی، انقدر نشنیدی، انقدر اجازه دادی حرفای بقیه. خیلی تو دنیایی که الان ما توش زندگی میکنیم این محرکای بیرونی زیادن، همین موبایلمون مهمترینش. و این تایمایی که یا 10 تمرین هست 10 تا نفس عمیق. میگه تو فرصت 10 تا نفس عمیق چقدر؟ چند ثانیه است؟ نهایتا 1 دقیقه. هر جایی پیدا میکنی، سر کار، توی مترو، توی قطار،
10 بار لازم نیست ریتم نفس رو تند و کند کنی، با ریتم طبیعی خودت 10 تا نفس بگیر و یه لحظه انگار برگردی و ببینی خودتو. به نظرم وقتی آدم خودشو میبینه، ریفلکت میکنه تو این آینه. خیلی هم جالبه تو ادبیات چقدر این هست، قضیه دیدن 100%. خودت توی آینه. اون وقت خیلی برای آدم شفاف میشه که چی به چیه و خیلی از آشفتگی ها محو میشن و وقتی آدم خودشو میبینه، اون خود، حالا که به نوعی کودک درون میگن که یکم الان بحثش همین کتابی هم که من واسه آماده سازی این قضیه خوندم همینه، راجع به کودک درون، حالا کودک سایه و کودک در نور میگه که میتونیم توی اپیزود بعدی بیشتر به این مسئله آوردیش با خودت بپردازیم. کتاب رو؟ این کتابه چی که معرفیش کنی؟ اینجاست، آره دقیقاً میتونی معرفیش کنم، نمیدونم ترجمه شده یا نه. اسمش هست به فارسی کودک درونت باید یه خانه پیدا بکنه، یه همین چیزی. خب بحث کودک درون که تو روانشناسی فکر کنم سال‌هاست هست، ولی این خانم اشتفانی اشتال داره میگه که کودک در سایه و کودک در نور که میگم بعدا میتونیم راجعش صحبت بکنیم، ولی به نظرم به نوعی اون بخش درونت که حالا ما کودک نامگذاریش میکنیم شروع میکنه صحبت کردن باهات و یا به نوعی وقتی اینجوری میگم شروع میکنه صحبت کردن باهات، یکم انگار به قول ایزوتریش میشه، نمیدونم البته نمیخوام ماوراییش بکنم، همون صدای درونته که نمیشنویش در واقع و میگه بهت خیلی وقتا که چه چیزی لازم داری. این از این. خیلی جالب بود. آره تو چطور نظرت؟ و من نظرم اینه که مرحله بعد از اینه که گفتیم اینه که ما بیایم کاری رو بکنیم که تا رو نکردیم. یعنی اول بفهمیم داریم چی کار میکنیم، بعد بیایم کاری بکنیم که تا رو نکردیم. برای مثال اینو خود استاد تروما پداگوژی ما دقیقا همینو گفت که همین دست گرفتن صحبت کردنه. اینجوری بود که میگفت ببین انقدر باید دست بگیری و توی یه چیزای کوچیک جوابی بده که مطمئنی، اصلا یه عدد مثلا جوابه و بدیهی ترین چیزه. دست بگیر بگو، برای اینکه برای به ذهنت القا کنی که آقا این چیز طبیعیه، این چیز اوکیه. و انقدر تکرار کنی که ذهن بفهمه این خطر نیست برای تو. و من این کارو کردم، انقدر تکرارش کردم که الان مثل بلبل نشستی نشستیم داریم پادکست میگیریم. آره. آره ولی واقعا این هست و من خلاصه کلا این بحثو از اول که ما در موردش صحبت کردیم و تا پایان که این چجوری باید انجام بشه رو توی این مثالی پیدا کردم که نصرت پزشکیان توی کتابش گفته. باز برمیگردم به همین کتابه که جالبه انقدر پخته است اصلا همین صفحه اولش که من باورم نمیشه چقدر میتونه دقیق نوشته شده باشه. این اصلا عنوان کتاب و اولین مثال کتاب که حیف میدونم آثار نصرت پزشکیان به چینی، روسی، انگلیسی و آلمانی هست، وجود داره. به فارسی ولی نیست. به فارسی من پیدا نکردم. چه جالب. خب میتونی ترجمه کنی. پروژه ترجمه بعدی. پروژه بعدی. اگه اجازه داشته باشم این مثالی که توی کتاب خوندم و من برات بازگو کنم اینجا. صحنه اول. من به خیابانی قدم میگذارم. یک چاله در پیاده رو آنجاست. من درون چاله میافتم. من گم شدم. هیچ امیدی ندارم. این تقصیر من نیست. بی اندازه طول میکشد تا دوباره بیرون بیایم. صحنه دوم. من باز به همان خیابان قدم میگذارم. یک چاله آنجاست. وانمود میکنم که چاله را ندیدم. باز درون چاله میافتم. نمیتوانم باور کنم که باز سر جای قبلی هم هستم. اما تقصیر من نیست. هنوزم کلی طول میکشه تا بیرون بیام. صحنه سوم. من باز هم به همون خیابون قدم میگذارم. یک چاله آنجاست. من چاله را میبینم. اما باز هم از سر عادت درون چاله میافتم. چشمان من اما بازند. میبینم که کجا هستم. تقصیر خودم نیست. اما سریعا بیرون میایم. صحنه چهارم. من به همان خیابان قدم میگذارم. یک چاله آنجاست. من از کنار آن رد میشوم. و صحنه پنجم. من از یک خیابان دیگر میروم. جالبه. این خیلی خلاصه شده اصلا بحث ما بود. آره. که اون عادتهای تکراری که اولش میگیم نه تقصیر من نیست، بعدش از سر عادت میافتیم توش با اینکه میبینیمش، یه جایی وانمود میکنیم که نمیبینیمش، بعد تهش به این نتیجه رسیدیم که تقصیر خودمه. یعنی با اینکه این الگوه هست عادته ولی باز تقصیر خودمه و آخرین بار دیگه میایم اون کاریو میکنیم که تا رو نکردیم. اجازه هم به جای کلمه تقصیر بگم مسئولش خودمونیم. اجازه نداری؟ نه اجازه داری. شوخی من میکنم. یکم با کلمه تقصیر انگار مشکل دارم به خاطر احساس شرم و گناهی که آره. میده، میدونی. و میتونم بگم ببخشید که حالا حرفتو هم قطع کنم، ولی به نظرم شاید
بهتره که بگیم مسئول و بار تقصیر رو برداریم از دوش خودمون، چون دوباره وقتی وارد شرم میشیم یه در دیگه‌ای با یه چاله دیگه‌ای کنده میشه که دوباره میتونیم بیافتیم تو اون چاله. در مورد شرم پادکست راه به اندازه کافی اینقدر قشنگ صحبت کرده که من واقعا ترجیح میدم هیچ حرفی نزنم واقعا. و مشتبه شکوری خیلی به نظرم درست صحبت کرد تو این پادکست و اینجا پیشنهاد میکنم اگر کسی دوست داشته این مورد بشنوه حتما به اون پادکست مراجعه کنه. تو حرف پایانی داری برای بحثمون؟ من حقیقتا حس میکنم تا اینجا خیلی به اندازه کافی صحبت کردیم. که دوست داری رفلکشن نهایی از صحبتمون در مورد پادکست بدیم؟ نظرت چیه که به عنوان تمرین خودمون رو توی اولین اپیزودی که ضبط کردیم رفلکت بکنیم و بگیم که چه الان اگه بخوایم فکر بکنیم به این نمیدونم حالا نیم ساعتی که گذشت تو چه حسی داشتی؟ چطور بود برات؟ من حقیقتا میتونیم باز پر و سنگ بگیم. برای من چیزی که خیلی پر بود و راحت و جذاب و لذت بخش بود اون پیش تولیدی بود که در موردش خوندم، در مورد این پادکست آماده کردم و با این موضوع خودم رو درگیر کردم. و سنگ حس میکنم یکم این بود که چون همه مطالب ما آلمانی، حالا اینم میتونم معرفی کنم اینجا کتابی که از لیا ودوات و آنیا کانسلر هست، کتاب sich seiner Selbstbewusstsein, pädagogische Reflexion, Biografie zentriert. یک کتاب انعکاس فردی بیوگرافی محور که فوق‌العاده است. اکثر مطالبی که گفتم از این کتاب بود و باز بقیه‌اش. این چون مطالب ما همش منابع من خودم آلمانیه ذره برام سخت بود که مستقیم بیام همزمان ترجمه کنم. آره. ولی خب تو کلا مترجمی هم انجام دادی و فکر می‌کنم این یکی از نقاط قوتته، چون حالا برای من خیلی این قابل تشخیص نبود که دنبال کلمه بگردی و روان بود برای من. تو چی؟ تو برات چی برای من بود؟ چی سنگین بود چی سبک بود؟ برای من اولش که شروع کردیم یه خورده شروعش سنگین بود شاید و یه لحظه هایی که کاملا با هم موافق نبودیم. به نظرم اینم یه چیزی که بعدا میتونیم تو قسمت بینافردی بهش بپردازیم. فرهنگ مکالمه کردن وقتی که نظرات متفاوتی داریم، چطور میتونیم به مکالمه کردن؟ حالا نمیخوام دوباره یه در جدید رو دارم باز میکنم. این شاید سنگینیش بود و سبکیش نمیدونم کل این ماجرای گفتگویی که داشتیم برای من فکر میکنم سبک بود و این احساسی که اجازه اشتباه کردن داریم، اجازه این که یه چیزی رو یادمون بره یا مکس بکنیم، یه کلمه رو اشتباه بخوایم بیان بکنیم، این اجازه رو به خودم دادن حس سبکی بود برام. من یه سنگ دیگه هم دارم. تازه فهمیدم چقدر سخت تخت شاسی پیدا کنیم تو آلمان. به خود انقدر طول کشید من این تخت شاسی رو پیدا کنم. یه چیز نیاز داشتم واسه این برگه‌ها و اینا. آره. و نیست، نه تالیا داشتن، اینجا این گالریا پیدا کردم. الان داری تبلیغات گالریا رو می‌کنی؟ نباید بگم. پس ما فکر کنم باید گالریا رو اسپانسر پول بگیرم ازش اگه اینجا می‌بینه کسی. اگه موافق باشی ببندیم اپیزود اول خیلی رو. موافقم. ممنون اگه تا اینجای کار نگاه کردید. خیلی خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو بشنویم. تا دیدار بعدی. 100%. و از تو خیلی ممنون که همراه من بودی و همچنین از مطالعاتی که انجام دادی. خواهش میکنم. قربونت. روز و روزگار همچنین بر شما خوش. خدا نگهدار.